نوکرده گناه و یا چگونه مهاجر توجیک از هموطنانش دفاع کرد و به زندان افتاد. نزدیکان عبیدالله تقویف یک مهاجر 29 ساله توجیک میگویند تنها گستاخی این جوان سبب شده است که او را با عیب ساخته تروریسم به چند سال زندان محکوم کردند. والدان مهاجر از رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین خواستند که به قضیه ناعادلانه زندانی شدن فرزندشان دخالت نماید. موضوع عبدالله شورف تحقیق داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام، خوب والدان این جوان از کرمل پاسخ گرفتند و اگر ها چه پاسخ؟ سلام شهلا. کرمل به والدان عبیدالله از ناحیه یاوان پاسخ گفته است، اما جواب آنها را قانع نکرد. خلاصه جواب حکومت روسیه این است که حاکمیت دادگاهی مستقل است و شاخه اجراییه به قرار آن تاثیر گذاشته نمیتواند. نماینده مفتی وجود بحث با تقویف را تصدیق میکند، ولی میگوید که او را در تروریسم متهم نکرده بودند. داستانی حبس عبیدالله تقویوی 29 ساله یگانه نانآور این خانواده و پدر دو فرزند که در شهر کراسنایارسک روسیه تکثیرانی میکرد به یک بحث او با امام مسجد این شهر در سال 2017 برمیگردد. تقویف مثل دیگر مهاجران نماز جمعه را در مسجد جامع شهر کراسنایارسک ادا کرده چند بار شاهد می شود که قبل از شروع عبادت ناظران پلیس به تفتیش مسجد می آیند و مهاجران تاجیکی که به نمازگزاران سنبوسه و کلچه می فروشند ظرفهای خود را گذاشته از ترس بازداشت فرار می کنند. تقویف که حق اقامت در روسیه را داشت از این حالت بر رقت آمده از کارمندان پلیس می پرسد چرا مسلمانان را پیش از ادای عبادتشان هر روز جمعه آزار می دهند. پاسخ پلیس او را حیران می کند. از امام مسجد پرسید که هر روز جمعه با تلفن ما را برای جاری کردن ترتیبات دعوت می کند. پس از این عبیدالله راست به نزد گیاس فتکولین امام خطیب و مفتی مسلمانان ولایت کراسنایارسک رفته از او می پرسد چرا ضد مسلمانان عمل کرده آنها را از یک دهان نان محروم می سازد. بحثی آنها با آن می انجامد که مفتی میگوید تو از گروه های تندرو هستی و با تو آدمانی دیگر سر و کار خواهند گرفت. عبدالله آیا با خود مفتی صحبت داشتی؟ بله شهلا، متاسفانه خود مفتی فتکولی نخواست در این باره با رادیو آزادی صحبت کند، اما شاگردش رویل حاجی عین زمان که امام خطیب مسجد جامع کراسنایارسک است گفت قضیه حبس شدن عبیدالله با امام مسجد دخل ندارد، اما پیش از نماز جمعه بعضی مهاجران تاجیک در نزد مسجد خوراک و جهاز گوناگون را به فروش می‌آورند و ترتیبات جمعیتی را خللدار می‌سازند و از این رو آنها نیروهای پلیس را برای نظارت ترتیبات به مسجد هر روز جمعه دعوت میکنند. مگر تنها برای همین بحث این مهاجر توجیک 6 سال پس پنجره فرستاده شده است؟ شهلا، طور پیوندان عبیدالله میگویند محض پس از بحث با مفتی عبیدالله بازداشت شده بالاخره با ماده 205 مساعدت به تروریسم عیبدار می شود. اما جزئیات پرونده او خیلی طولانی است، اما اینجا تنها یک نکته آن را یادآور می شوم. یک دلیل افراطگرا و به گروه های تروریستی میل داشتن تقویف را تفتیشات در آن میداند که گویا او به مثل افراطگرایان تروریستان و افراطگرایان در افغانستان و سوریه تهپوش نمی پوشید. با ادعای مفتشان جنگجویان داعش و گروه های دیگر تروریستی هر گونه لباسی که به بدن آدم جفس می شود حرام اعلان کردند. معلوم نیست که مفتشان چگونه تهپوش پوشیدن و یا نپوشیدن تقویف را معلوم کردند، اما این حالت همچون دلیلی به افراطگرایی میل داشتن او در پرونده ذکر شده است. تشکر عبدالله برای تفصیلات. ضمناً رسما در زندان‌های روسیه حدودی 10,000 شهروند تاجیکستان ادای جزا میکنند.